شب شید هم پاهم هم دراز میکنم این نمیتا دراز میکنم این نمیخواد جدا بیا این نمیخواد جدا هم خیلی میشنم هم خیلی سر منم خیلی گیبای میمانم خیلی میشنم نولی در شو گیره کرده خوب میروم ایش که همسایه هم با دودم نیست ایداجی پروا نداره خونه همشون کتا کلونه پروا نداره همسایه یا من میپیشم بجز خدا شما کار کنه نمیتونید؟ نه دیگه نمیتونم موزه مسته مرا تکسی جواب داد خداش گفت رو شین خونه ده گفت نمیتونی کار کنه بجز مدینه چند ساله شد خاله؟ 25 سال همه خونه به زندگی میکرده اوچه اوته خود مردگی پدر و مادر مردگی گذشتگی خود 5 ساله رشتگی تا اوچه مردگی بزر مدینه چی کار میکنه؟ نمی عبور که قطی خونه عبور که یکم دگونش فرود میکنه خونه میره و شست شو میکنه نمی تریزه میشه در میشه تریزه روز شب همون مهنت میکنه چند سال میتونم برای شما؟ هر خیل میتین 70 میتن 80 میتن 50 میتن 100 میتن شما همین مبلغ قطعی روز میکنه روز امخه تیکای نانی حلال من امخه میام و همی کار مشغول امخه روزم گذشته استه خیلی پدیزا را به نگرم زنکو را پرسیم چه در پدیز رفتنی من میکردم حالیاشون از دنشون میرفتم همه چین رو بچین میکردم مهنت میکردم حلال مهنت رو بچین کرده همه ای پدیزا میشش من رو بچین میکردم بعد شب میشید یک کروپه کلون میگرفتم پدیزش میره در من میپشیدم این گودک چه کمتر مایده با هم خیلی سخت خبیده میگشتم در پدیزا محکم کرده درون هم پدیزا خواه میرفتن خواه هم نمیرفت تا سری روزه گلوی سری در من هم خیلی نگاه میکردم زندگی دارم همی 3 فرزند من نگاه کردم سکچه هم داشت مرد رفت دختر مایدکی مرد رفت سکچه هم مرد رفت همینجا نمیدو کس موندم بچه ما دوزیدم بچه هم نیست تماما نامشو نمیابم بچه ما تماما نخونش نمیابم بچه دوزده فرزندی شما سنتانه گوشته و کی دوزده؟ یک زنک و یک مردک ایمی درونی خونه نگاه کرده سبده من و یک ایدو نمیخون شوهر دوازده نبود؟ نه نبود خطی هم بچه من نیست خونه ده من رنگی سگ بسوی میشم آقا شما مراجعه کردید و مفهومات قدرتی پس از وی مثلا چی گفتن که ما میکردیم یا که تماما نیفتن یا چی بود مناسبت شما هیچی نمیگن ملیسه ها یادم نمیکنه هیچی میرم و سال میکنه میگه رو زنکی کلون ما 51 شدم زنکی کلون ما هم خیلی میتونم مایده ما زنکی کلون ما را سال میکرده رو خونه داشتی ما میارم میگه دروغ میکنه فریب میکرده کدام وی نوی شما صبح؟ اینه می دلی نمیجه نیستگی رفته و گم شدگی ای 95 سال اینه یک سال 2015 شده نیفتمش وضع مولوی تو خوب نیست شما قبلا کجا با کار میکردی؟ رفتنی میکردم من از سکسیوی همی پیشی بلنسه سختگی میره ریم زومرات انا ویاره میرفتم اونجا رو بیچین میکردم هم مرا رو بیچین این پدیز میشد من رو بیچین رفتنی میکردم 1 سال مهنت کردم 12 سال تکستیل من مهنت کردم اما خیلی وایشید من این شیدم دیگه کار کردن نتونستم من خیلی بعد شیشتم مست جواب داد گورا خونه باشی این خوبگاه از حسابی چی هست؟ این طرفی تکستیل من کار میکردم این خونه این طرفی این تکستیل ندادم من به خونه ایشکه نیست من ندادم من گفتم من ایشکه من گودک من وای نمیکنه گفتم ایشکه همه گیری گودک تونره میمیزه ایش جنگ میکرد ایش جنگ میکرد با اومدم همجا خونه کردم ششتم
ما امی مدینه یعقوبова مدینه ما امی جنابی علی یک کمک میخوام که با ما یاردم کنه من کمک میخوام که ما را دستگیری کنه با یکو منزل ما را جو کنه ما امی را خواهش میکنم از او بی سگه داریم اگر ما را بشنوند از او بی سگه داریم سالهای دراز قطی مادرم عذاب میکشیم سالهای دراز عذاب بی سگه میکشیم خواهش میکنم ای جنابی اولی که ما را دستگیری کنم خیر عذاب قطی گذشته را عمری جوانی خودم هم خیلی عذاب کشیده ستم کشیده همه آدم ها میگن که چی به خرابی آدم ها دیگه میگه فرده خوناش کشود شدگی من هم خرابی میگن نمیدونم همسایه داشته چه عذاب دید شما مدنه شب هم خیلی یک جای خوب میکنم قطعی چکنم همه خیلی خوب میگه نید روز میکشیم خیلی چخی بگم نمی ایولیو رو میگیرم و سر میمونیم نمی کلک زده خو میریم قطعی چند خیلی عذابی سگه میکشیم یکم صنف نخوندم بعدی دو در چند که همی خیشیم صدی گرفتگیه صدی که تمام کدگیه کمتر صدی گرفتم دو در چند که هم خیلی دزی کدم یکم صنف نخوندم فقط کور کردم ایمی مایدکین فقط کور قدی باوره بودم کور کردم تو حاضرم امی کور قدی نانی دهان هم خیلی قدر مادر خودم مدگه نمیخیدن گیه سریره اوتا مدگهش کمی گم نمیتنه گیه سری بسوی به کس به تنوی امی هم نبوشه فرزندون اگه سگی بسوی بود دستگیری کنن با ما کمک کنن امیر خواهش میکنم ای جنوبی اولی قطعی میکلم شو زندگی میکنی طلب میکنم که به من یاری رسونه من به خانه و به در بیرون میگردم به خانگی به دری در بیرون شو روز ما در بیرون فقط بیرون برامده میرم اسکامین کودا میشنم ملیسا میاد سر میکنم میگه چی داری که میشنم میگه سر میکنم میگم من خونه در ندارم در اسکامین کو شام روز میکنم تو ساعتای 12 یک میگردم بیرون در کتی فرزندم با یک شبشید خونه میترم انا تکستیل دم اوچرد موندگی اینی که در خاطر نداره تکسیل و اوچرد فراد که رفکم اوچرد موندگی همجا ارخیف ده هستن همی دکمنتی من همجا ده هستن اوچرد موندگی نمیتیم خیلی وای کرده در جه نمیویم همی جکه ها رفتم پیسا نمیکنم من خونه میرم میگه همون دروگویشون میستن در پیش خودشون نمیویم وپسی میگه میوم خونه تا دیدنی هیچی نمیویم دروغه میگه هیچ کس خونه شما با اومدگی نیسته؟ نه چند مرجه که او رفتم نمیویم خیلی اخماق کده سید زنه که کلون من کودک نیستم سولم رفته یوزی من کودک مرا وای کدم خیلی باور نمیکنم من خیلی خونه داشتگی فرزندم به شور میشه و کلون شده کمنتش میفوره بیچوره که پریاد که شینم میفورش نیست جدا بشینه خیلی باشه کده میشه جدا ده حکمت خونه ده اوچیرته زمین ده نه خونه ده اوچیرته اوچم امی وقتی تولد شدگی ما رفتگی موندگی نومش هسته پنسم میرم میگم پنسا بنتیاما و ایروز بیا یک موی چند موی دراز من میدم نمیکنم ما پنسا پنسا رو نمیگیری؟ نه نمیکنم ما وفشه نکردیم ما اولی برای چی؟ هم خیلی میرم هیچی نمیکنم ما میگه اولی شما مایده برای پنسا مایده؟ هیچی مایده نیستم شسته چند میشه سال باید پنسا شوند شما مایبی هم داری خواه؟ نیست مایوبی نه ما خیلی نیسته فقط من همی را خواهیش میکنم
جنابی عالی تنها خواهش میکنم که به من کمک کنم. سالهای دراز عذابی سگ میکشم. تنها کمک میخوام ای سروری دولت. با مادرم عذابی سگ میکشم. خواهش میکنم اگر مرا میشنوین دستگیری کنین. از شما خواهش میکنم. این خواهرچه انا خواهرچه بغلم ده این خواهرچه فیروزه خانم ده خیلی عذابی سگ داریم. سالهای دراز در میخونه نمی کلادوفکای تنگ داریم. نفس گیر شدگی. از شما میره خواهش میکنم به یگا منزل ما رو جو کنین. تنها خواهش من یک خدا جان. تو که عذابی سگ پول نداریم خونه گیریم. تو که عذابی سگ کشیم. تو که مادرم به می بیماری گرفتاره.